بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، امروز به علم الله سبحانه و تعالی یکم ماه شریف رمضان درس را از کتاب آغاز میکنیم به علم الله سبحانه و تعالی. نام کتاب 70 مسئله مهمة في الصيام، یعنی 70 مسئله مهم عائد روزه می باشد. رساله از آن عبدالله بن محمد ابن حسین صغیر نجمی می باشد با تقدیم و تعلیق شیخ علامه احمد بن یحیی نجمی، الله سبحانه و تعالی این کس را رحمت کند. نعم. تقديم شيخ أحمد بن يحيى نجمي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني تمام مدح و ستایش همه خاص و صرف برای الله یکتاست و درود و سلام به آن پیغمبری که جز او یگان پیغمبری دیگر نیست و نخواهد شد، و به خاندان و به صحابگانش و الله درود فرستد و سلامی بر زیاد فرستد به همه ایشان. أما بعد، فقد عرض علي العالم الجليل الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين بن محمد علي صغير النجمي 70 مسألة جمعها في موضوع الصيام. شيخ نجمي فرمات که عالم بزرگ شيخ عبد الله بن محمد بن حسين بن محمد علي صغير النجمي به من 70 مسئله را پیشنهاد کرد. جمعها فی موضوع الصيام، همی اونها را در موضوع روزه گرد آورده است، یعنی همی اون مسئله ها به روزه تعلق دار می باشند. و هی من المسائل المهمة فيه، و اینها از مسئله های مهم می باشند در باره روزه. و مما یحتاج الناس الى معرفته، و از جمله چیزهایی می باشند که مردم به شناختن ویها احتیاج دارند. جمعها من کلام اهل العلم السابقین والمعاصرین، ویها را جمع آورده از سخنان اهل علم از پیشینیان و از حاضران. و کان اکثر اعتماده على ترجیحات شیخنا العلامة الجلیل العلم المجاهد رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله له ورفع درجته مع اهل علیین. و بیشتر اعتماد او به ترجیحات شیخ ما می باشد، علامه بزرگ، شخصی نمایان، مجاهد رحمتی الله به او باد، شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، الله او را مغفرت کند و درجه او را همراه اهل علیین بلند گرداند. یعنی بیشتر اعتماد به همون سخنهای کرده است که ویها را شیخ ابن باز راجح دانسته است، برتر دانسته است. وقد قرئت علی فاستحسنتها، این رساله را به من قرائت کرده شد، من آنها را معقول دانستم، میگوید شیخ نجمی. و اشرت علیه بتبعها لما رأیته من حاجة الناس الیها، و به اون مصلحت دادم که این رساله را تبع کند به خاطر چیه؟ به خاطر اون چیزی را که من دیدم از حاجت مردم به او، یعنی که دیدم که واقعا مردم در این چی حاجتمند می باشند، احتیاج دارند. فجزاه الله خیرا و بارک فیه و اکثر من امثاله، الله به او جزای خوب دهد و
با او برکت عطا بخشد و امثال او را زیاد گرداند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه. كتبه احمد بن یحیی النجمی. این را شیخ احمد بن یحیی نجمی نوشته است در سال 1421 هجری، هفتم ماه، که امروز اگر 1436 باشد قریب که 15 سال پیشتر در سنی که تقریبا 75 سال بودن شیخ احمد بن نجمی، یا که بگیم شیخ احمد بن یحیی نجمی، در دهه‌ای به نام النجامیه در سال 1346 هجری 22 ماه شوال تولد شده. در 21 ماه رجب 1429 هجری وفات کرد در سن 83 سالگی. بعد صاحب رساله می فرماید در مقدمه خود: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله علم بالقلم. تمام ستایش برای الله باد، آن ذاتی که با قلم تعلیم داد. علم الانسان ما لم یعلم، به انسان تعلیم داد آنچه را که انسان نمیدانست. و صلات و سلام علی النبی المصطفى، درود و سلام بر پیغمبری برگزیده. و الحبیب المجتبى، و به حبیب مجتبی، اینم به معنای اختیار کرده شده. صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم تسلیما کثیرا. اما بعد، فهذه مسائل فقهیه فی الصیام. بعد از آن می‌فرماید که این مسئله هایی هستند که با علم فقه یا که با فن فقه سر و کاردار میباشند. آیدی روزه: جمعتها من کلام اهل العلم الموثوق بعلمهم قدیما و حدیثا. اینها را من جمع آوردم، دید آوردم از سخنان اهل علم، از سخنان یعنی که از سخنان دانشمندان که با علم ایشان باوری کرده می شود. قدیما و حدیثا، علمای پیشینه و حاضره. فما کان فیه من ثواب فمن الله، هرچی که در این کتاب یعنی که راست آمده است، به حق موافقت آمده است، این از جانب الله است. و ما کان فیه من خطا، و هر خطایی که در این صادر شده باشد فمن نفسی و شیطان، بس معلوم میشده است که این خطایی از نفس من شده است و از شیطان شده است. والله و رسوله منه بریئان، و الله و پیغمبرش از این خطایی پاک می باشند. و اسأل الله تعالی ان یرزقنی العلم النافع. از الله تعالی مسئله دارم که به من علمی منفعتناک را همچون روزی عطا بخشد. و العمل الصالح، و عملی صالح را روزی بخشد. و الاخلاص فی القول والعمل، و اخلاص را در سخن و در عمل. این را نویسد عبدالله محمد حسین النجمی. البته میانی نامی کس و پدرش و بابایش ابن را ترک کردن از خصلت‌های خوب نیست. اساساً از یعنی که از مردمی غیر اسلام اساساً در آمدگی است. باید که یک کس را که ذکر کرده شد بعدی او پسری که بدنش را ذکر کرده شد. نه. مقدمه الطبعه الثانیه، مقدمه و پیشگفتاری طبعی دوم، یعنی این رساله دوم مراتب نشر شده که بوده است. الحمدلله رب العالمین، تمام حمد ستایش برای الله هست، پروردگار جهانیان. و صلات و سلام علی المبعوث رحمتا للعالمین، درود و سلام به آن ذاتی که وی را همچون رحمت و مهربان برای جهانیان فرستاده شده است. و علی آله و صحبه و تابعین، و به خاندان و به صحابگانش و به جمیع تابعین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین، و به کسانی که تا روز قیامت به طریق نکویی پیروی از ایشان کردند. اما بعد، فهذه مقدمة الطبعة الثانية لكتاب 60 مسألة مهمة في الصيام. بعدا این مقدمه و پیشگفتار نشر دومی کتاب می باشد که اساسا در اصل کتاب نامش 60 مسئله مهمه بود فی الصیام، یعنی که 60 مسئله
مهم و که 60 مسئله های مهم آیدی روزه. وقد اضیفت الیها 10 مسائل، در برابر 60 مسئله ما 10 مسئله دیگر را علاوه کرده شد، فصارت 70 مسئله، بس 70 مسئله شد. وقد كلمني شيخنا الجليل والعلم النبيل الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في شهر شعبان في عام 1428 للهجرة، وقال لي: أريد أن أقرأ في هذه السنة في شهر رمضان في كتابك 60 مسألة مهمة في الصيام. يعني بمن شيخ بزرگ ما و شخصی نمایان بزرگ شیخ احمد ابن یحیی نجمی با من صحبت کردن که در ماه رمضان در ماه شعبان با من صحبت کردن در سال 1428 هجری، که برای چنین گفتن در صحبتشان که من میخواهم که این سال در ماه رمضان از کتابی تو خوانده چی کنم، درس گذارم که 60 مسئله مهم آیدی روزه. فقلت لشيخنا، بس برای شیخ ما چنین گفتم: اذن یا شیخ اذا كان لكم ملاحظات او تعلیقات فارغب في ذكرها حتى اجعلها في الطبعات القادمه. بس برای شیخ ما گفتم که این هنگام ای شیخ، اگر برای شما نسبتی این رساله، نسبتی این مسئله ها یگون یعنی که مثال اندیشه های باشد، یگون مثال تعلیقاتی باشد، من درخواست میکردم که ویها را ذکر میکرد، حتی من ویها را در نشرهای آینده علاوه میکردم در این رساله. و قرئت المسائل على الشيخ رحمه الله مع العشر مسائل مضافتا، و این مسئله ها را به شیخ قرائت کرده شد در ماه رمضان با همراهی 10 مسئله دیگری که علاوه کرده شد. و علق الشیخ علی المسائل، و شیخ بر این مسئله ها تعلیق کردن، شرح و ایضاح دادن. و طبع الكتاب مع تعلیقات الشیخ و تصویباته، و در آخر کتاب را نشر کرده شد، طبع کرده شد با همراهی تعلیقات الشیخ و اصلاحات خود الشیخ. فاسأل الله تعالى ان ينفع به الاسلام والمسلمين. از الله تعالی مسئله دارم که با این اسلام و مسلمان ها را نفع رساند، و ان یجعله خالصا لرب العالمین، و این عمل را خالص برای پروردگار جهانیان گرداند. و ان یرحم شیخنا رحمت الابرار، و الله رحمت کند شیخ ما را همچون رحمتی نکوکاران. و ان یسکنه دار القرار، و آن را در جنت، در دار القرار یعنی که جای دهد. و ان یحشره مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین، و آن را در روز قیامت همراه پیغمبران و صدیقین و شهدا و اشخاص شایسته محشور گرداند، برخیزاند. و حسن اولئک رفیقا، و چه خوب هستند اینها در رفیقی. و ان یجزیه خیرا على ما اسدى به علينا من التعلیم والتوجیه والنصح والارشاد، و الله برای او پاداشی خوب عطا بخشد بنابر آن خدمت‌های به ما کرد، همچون تعلیم دادن و راهنمایی کردن و نصیحت کردن و ارشاد فرمودن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. و در آخر دعای ما از آن عبارت است که تمام مدح و ستایش برای الله باد که پروردگار جهانیان است. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكتبه عبد الله بن محمد بن حسين النجمي. این را نویس است 11 ماه 1429 هجری. اکنون شروع از مسائل میکنیم. شیخ میفرماید که المسألة الأولى حكم صيام يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان اذا حال دون الرؤية غيم او قطر. مسئله یکم حکم روزه گرفتن در روز شک، یعنی در روز شک روزه گرفتن حکمش چیست؟
روز شک و روز سیوم می باشد. روز سیومی شعبان می باشد وقتی که امکانیتی دیدن ماه نو نمی شود به سبب ابر و غبار و دیگر چیزهایی که مثال بگیریم چی میشد مانع دیدن چی می باشد مانع دیدن ماه نو می باشد. نعم. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شيخ أحمد بن النجمي الله رحمتش کند چنین گفت لا يجوز صيام يوم الشك بنية الاستقبال رمضان وهل يحمل على الكراهة أو على التحريم. يعني جائز نیست روزه گرفتن در روز شک به نیت استقبال ماه رمضان. بعضی کسا روز شک هم باشد برای پیشگیری روز رمضان چیکار میکنن؟ یعنی که روزه میگیرن. جایز نیست میگوید شیخ. اکنون سوال به میان میآید که آیا این را یعنی روزه گرفتن را به کراهیت نسبت داده می شود یا که به حرام، یعنی در روز شک روزه گرفتن مکروه است یا که حرام؟ میفرماید که هذا محل نظر و خلاف بین اهل العلم. این یک محلی هست که باید که نگاه کرده شود. این محلی خلاف است بین اهل علم. والقول بانه محرم هذا هو الاقرب للصواب. شیخ میفرماید که سخن آیدی آن که این حرام است این از همه دیگر سخن ها را دیده به حق نزدیکتر می باشد. یعنی که معلوم می شود که شیخ گفته است که در روزی شک روزه گرفتن اختصارا گیریم حرام بود است. قلت من الادله. این سخنی که بود سخنی شیخ احمد بن یحیی نجمی بود. صاحب رساله بیم شاگردشون خطا نمیکنیم میفرماد که قلت من گفتم که من الادله الداله على التحریم حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجلا يصوم صوما فليصمه رواه مسلم. خب از جمله دلیل هایی که دلالت میکنن به حرام بودن آیدیان که در روز شک روزه گرفتن حرام است حدیث ابو هریره می باشد که عبدالرحمن بن الصخر دوسی می باشد رضی الله عنه گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین فرمود از رمضان پیش یک روز یا که دو روز روزه نگیرید. یعنی پیش از رمضان یک روز یا که دو روز روزه نگیرید. فهمیدید؟ الا رجلا مگر انسانی که روزه میگیرد از روی عادتا میلش و روزه بگیرد می شود. یعنی یک کس عادتا روزه میگیرد یک روز پس همه خیلی طوری آمد که یک روز پیش از رمضان راش آمد به همون جدولی گویم روزه گیرش باکی ندارد. یا که یک کس هر روزی دوشنبه پنجشنبه روزه میگیرد روزی جمعه روزه باشد و این روزی پنجشنبه روزه گرفت به خاطر روزی پنجشنبه می شود. این به خاطر استقبال رمضان نمی باشد یا که به خاطر روزی شک نمی باشد. حدیث را مسلم روایت کرده است. و حدیث وسیله بن زفر عن عمار و دیگر دلیل آیدی حرام بودن روزه در روز شک حدیثی چی می باشد؟ حدیثی وسیله بن زفر می باشد که العبسی الكوفی عن عمار و عمار بن یاسر ابو الیقظان العنسی گفت است که من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی الله علیه وسلم. یعنی کسی در روزه گیرد که در اون روز شک باشد واقعا این کس از ابو القاسم چی اسیان ورزیده است، یعنی که عاصی شده است، نافرمانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرده است. نه حدیث ترمذی روایت کرده است. شیخ البانی در کتاب صحیح و ضعیف سنن ترمذی او را صحیح عنوان است. و الحديث علق البخاری. حدیث را امام بخاری تعلیق کرده است، یعنی به اسناد همچون زیر باب وی را ذکر کرده است امام بخاری. و وصله ابو داود و الترمذی و ابن ماجه و النسائی و اینها باشند، یعنی ابو داود و ترمذی و ابن ماجه و نسائی آن را وصل کردن، یعنی که به اسناد وی را ذکر کردن.
وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. این حدیث را حافظ ابن حجر چه حدیث حسن نامیدن، یعنی که اصلا نامی حافظ ابن حجر شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي بن محمد بن علي الكناني و العسقلاني. اصلشان از عسقلان بوده در فلسطین و جای تولد و جای وفاتشون قاهره می باشد. در سال 773 هجری تولد شده، 852 هجری وفات کرده است در سن 79 سالگی، الله رحمتش کنه. و حدیث ابن عباس رضی الله عنهما همچنین به حرام که به تحریم دلالت میکند. حدیث ابن عباس یعنی عبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب الهاشمی رضی الله عنهما گفت است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود، گفت صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته، یعنی ماه را دیده روزه گیرید و ماه را دیده روزه را کشاید. فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30. اگر میان شما و میان ماه یگون ابر حائل شود، مانع شود، دیده نتوانید ماه را، پس شماری ماهی پیش از رمضان را بسی مکمل کنید. ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، و هرگز شما یعنی که این ماه را، این ماه رمضان را به روزه گرفتن استقبال نگیرید. رواه احمد و نسائی، حدیث را احمد و نسائی روایت کرده. حدیث امام یکی شیخ علامه البانی در صحیح الجامع نیز صحیحش دانسته است. و حدیث عایشه رضی الله عنها قالت، و همچنین حدیث عایشه می باشد، عایشه بنت ابی بکر الصدیق زوج النبی صلی الله علیه و آله و سلم قالت، گفت است که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یتحفظ من هلال شعبان ما لا یتحفظ من غیره، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عادتا نظارت میکرد ماه شعبان را، چنان نظارتی سختی میکرد که دیگر ماها را چنین یعنی که نظارت نمیکرد. یعنی به خاطر چی؟ به خاطر ماه شعبان تمام شود و رمضان در آمدنش فهمیدن، به همون خاطر محافظت میکرد، رعایت میکرد، کنترل میکرد. یصوم لرؤیت رمضان، به دیدن ماه رمضان روزه میگرفت. فإن غم علیه عد 30 یوما ثم صام، یعنی اگر یعنی که پوشیده میشد به او، یعنی که ابر میشد یا که بیرون غبار میشد، چیکار میکرد؟ عد 30 یوم، ماه شعبان 30 روز حساب کرده. ثم صام، بعد از پگاهش یکم ماه رمضان روزه میگرفت. خیلی که امروز ما و شما روزه گرفتیم. رواه احمد، حدیث را یعنی امام احمد روایت کرده و دارقطنی و همچنین دارقطنی و قال اسناده حسن، اسنادش خوب است گفته است. البته حدیث را شیخ البانی در مشکات حدیثی حسن دانسته است. بعدا شیخ می‌فرماید که ولا شک ان فی هذه الاحاديث دلاله واضحه على المنع من صوم یوم الشک. شک نیست، البته در این حدیث ها دلیل روشن آمد آیدی آن که منع بوده است در روز شک روزه گرفتن. بل ان عمارا رضی الله عنه ذکر ان من صامه كان عاصيا للنبي صلی الله علیه و آله و سلم، حتی اینکه عمار بن یاسر که در حدیث پیشینه خواندیم ذکر میکند که یا که روایت میکند که کسی روز شک را روزه گیرد یا که در روز شک روزه گیرد، این کس همچون عاصی با پیغمبر میباشد. ثم این النبی صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از آن پیغمبر صلی الله علیه و سلم قد نهى عن تقدم رمضان بصوم یوم او یومین، همچنین در برابر این پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم منع کرد پیش از رمضان یک روز یا که 2 روز روزه گرفتن را. و عن استقبال رمضان بالصيام، و در و من کرد از استقبال گرفتن رمضان با یگان روزه. الا لمن كان له عادة في الصيام، الا
لمن كان له عادة بالصيام يعني مگر کسی که برای خود عادتی روزه گرفت داشته باشد و در همین روزی شک بیم راست آید، این استثناء است که صوم الاثنین و الخمیس مانندی روزی دوشنبه و پنجشنبه. و الاصل فی النهی التحریم، قاعده را ذکر میکند که اصل در نهی، هر جا که نهی آمد این دلالت به حرام میکند. الا ان یصرفه صارف ولا صارف هنا، تا آن دمی که یعنی که یگون دلیل باشد که از تحریم وی را برگرداند. حالا که در اینجا یگان حکم دیگری نیست که این حکم تحریم را باز دارد که اقلا یعنی که مکروه شود یا که جایز شود یا که مباح شود. یگان صارفی نیست میگوید. مادامی که یگان صارف نباشد این دلیل ها دلالت به آن میکنند که حرام بوده است روزه گرفتن. و القول بالتحریم هو مذهب الامام مالک، و سخن آیدی حرام این مذهبی امام مالک می باشد که مالک ابن انس ابن مالک ابن عامر الاصبحی المدنی می باشد که سال 93 هجری تولد شده، 179 هجری در سن 86 سالگی وفات کرده است، صاحب مذهب. و الامام الشافعی و همچنین امام شافعی هم به همین قول می باشند که یعنی که محمد ابن ادریس ابن العباس ابن عثمان ابن شافعی می باشد که 150 تولد شده هجری، 204 هجری در سن 54 سالگی وفات کرده، الله رحمتش کنه. و هو روایت عن الامام احمد، و این یک روایتی است از امام احمد، یعنی احمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن اسد الشیبانی 164 هجری تولد شده، 241 هجری در سن 77 سالگی وفات کردند. و اکثر اهل علمی همچنین این رأی و مذهبی اکثری اهل علمی باشد. به همین یعنی که برای امروز کفایت میکنم. نکتفی و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا والحمد لله رب العالمین.